سلام دوستان، آقا خوش اومدید به یه ویدیوی لانگ دیگه. و چه اونایی که مثلا چجوری بگم، فکر میکنم مثلا من همش دارم با اونایی که لولم از خودشون لولشون از خودم پایین تره دوئل میزنم و اینا. نه، توی آخرین شوتی که گذاشتم برید ببینید. آخرین شوتی که گذاشتم یه لول 400 بیشتر 400 نه با یه لول 400 دوئل زدم. خداییش خیلی دوئل سختی بود، خیلی آخرش هم بچه اگه دیدید من کلاس زده بودم میخواست این بود که خودش کلاس زد. و بله حالا آخرش هم براتون میذارم و که ببینید کلاس زده و فلان و اینا. آقا بریم برای ویدیو. لیتس گو. کجا بپریم؟ فقط کجا بپریم؟ خب یه جای بیرمت بپرم. بعد تک روی منم کسی مزاحممون نشه. وسط ویدیو کسی نگه ای بچه رو نگه. میدونم بات بود ولی لذت داشت، به خدا لذت داشت. دیگه الان شوخی بسته، دیگه شوخی بسته بچه ها. میدونم نوبم. ببینید فقط من تو بتل مثلا از اونایی نیستم که مثلا شاتگان شلاق ببینید حتی اسمش هم نگم میزنن و اینا. من از اونا نیستم، من یه پلیر عادی ام به خدا. مثلا برای بروشنم باتم نیستم. داداشی بمی برو بابا، اصلا باته به درد نمیخواد. گانه شدی نباید همش بابا بریم بیرون. سرم درد گرفت. کجایی؟ آقا اینجا دقت کنین همش هم بات میکشم. حالا به پلیگرم میخوره میگن اون نباشید. پلیگرم نیست، چی به نظرم بهتره. پلیگر کار ندارم، اون بات ها رو دوست دارم. هم با بات ادامه میدیم. بابا بچه ها من هیچ وقت فقط برای اسنایپر هیچ وقت گان بچه ها ببخشید من 2 دقیقه AFK بودم. حالا این تیکر که کات میزنم مایشم بازیست گلستین. آخه یه دقیقه هنگ کردم، هنگیدم. فلاش خیلی میمه معروف شده. خیلی چی؟ آی چرا صفحه گوشیم کثیفه؟ ببین بات. فکر نکنم بات بوده باشه. احتمال 99.9% بات بوده. همطور این. حالا بچه من به پلیر برسم خودتون میدونید دیگه، مخصوصا اگه HS پلیر باشه قطعا میبینم اگه HS داشته باشه، چون من حقیقتا نقطه
هم لولش و اینا رو چون هم به مستر آره دیگه مستر رسون اسکین من تغییر میکنه همونجوری تنوع داشته باشه. الان یکی میگه اودن به چه کار میاد؟ بابا اودن به خدا تو این سیزن گاد شده. ویدیو رو نگاه کردید.